الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، سوالی است که میگوید زنانی که در دنیا بیشتر از یک شوهر کرده باشند، به طور مثال 2 شوهر یا اینکه 3 یا 4 شوهر کرده باشند، بعد دوباره زنده شدن در جنت با کدام شوهرشون زندگی میکنند؟ در این مسئله علما 3 نظر ابراز کردند که حالا این 3 نظر را به طور مختصر برای شما بیان میکنیم. نظر اول، اهل این نظر معتقد می باشند که زن در دنیا بیشتر از یک شوهر کرده باشد، فردای قیامت در بهشت همراه آن شوهرش خواهد بود که در دنیا اخلاق آن شوهر خوبتر بود. و پیروان این نظر حدیث را حجت قرار می دهند که از طریق مادر مؤمنان ام سلمه رضی الله عنها و صحابی بزرگوار حضرت انس رضی الله عنه روایت شده است. ولی سند روایت از طریق ام سلمه را حافظ نورالدین حیثمی و سند روایت از طریق حضرت انس را حافظ زین الدین عراقی ضعیف حکم کرده است. حدیث چنین است که انس رضی الله عنه گفت که مادر مؤمنان ام حبیبه رضی الله عنها چنین سوال کرد: ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعضی از ما زنها 2 شوهری کردند و فردای قیامت که هنگام به بهشت می درآیند همسر شوهر اولش می باشد یا همسر شوهر دومش؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفت که چنین زنها آن شوهرهایشان را اختیار میکنند که در دنیا با وی به اخلاق خوب حیات به سر برده باشد و آن شوهر خوب اخلاقش شوهر وی در بهشت خواهد بود. و گفت ای ام حبیبه، حسن خلق خیر دنیا و خیر آخرت را جلب میکند. نظر دوم، اهل این نظر معتقد می باشند که آن زن را اختیار داده می شود و خودش کدام شوهرش را اختیار بکند به همان شوهر در بهشت زندگی خواهد کرد. و شاید اهل این نظر حدیث قبلا یعنی در بالا ذکر شده را که در آن لفظ اختیار میکند آمده بود مورد استدلال قرار داده باشند، زیرا دلیل مستقل یا دلیل قطعی برای اهل این نظر پیدا نکردیم. و نظر سوم، اهل نظر سوم معتقد می باشند که زنی چند شوهر کرده فردای قیامت در بهشت همراه آخرین شوهرش خواهد بود. برای اثبات نظر خود یک حدیث مرفوع صحیح و یک حدیث مرسل صحیح را که احتمال مرفوع بودن را دارد حجت قرار دادند، اما حدیث مرفوع را طبرانی و دیگران روایت کردند و آن در مجمع زواید ذکر کرده شده است و در آن راویش عطیه ابن کلاعی چنین میگوید که معاویه ابن ابو سفیان رضی الله عنه بعد وفات ابو دردا به همسر وی ام دردا خواستگار فرستاد و ام دردا در پاسخ به وی چنین گفت: از ابو دردا رضی الله عنه شنیده بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفته است: کدام زنی را که شوهرش بمیرد و بعد وی شوهر بکند پس وی همسر آخرین شوهرش خواهد بود و من نمیخواهم که کسی دیگری غیر از ابو دردا شوهرم باشد. حضرت معاویه رضی الله عنه در پاسخ چنین مکتوبش نوشت که ای ام دردا، در چنین صورت بسیار روزه بگیر که روزه شهوت را می شکند. خلاصه از دلیل ها تنها نظر سوم که میگوید زنی چند شوهر کرده در بهشت همراه آخرین شوهرش خواهد بود حجت دارد و 2 نظر دیگر از جهت ضعیف بودن دلیلشان اعتبار ندارند، زیرا امور بهشت و دوزخ از جمله امور غیبیات می باشد و با حدیث ضعیف ثابت نمی شود. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین
برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.